عنوان یک بیننده صحبت بکنم. من همین 4 روز پیش با خانم شکریه بارکزی، نویسنده قانون اساسی افغانستان، دیپلمات پیشین افغانستانی و همچنین عضو مجلس ملی دولت مخلوع افغانستان مصاحبه داشتم. یگان چیزای بسیار جالب گفت که بسیار واکنش برانگیز بود، مخصوصا از طرفای امو طرف بسیار دوش زدن و مرم دو زدن که چرا این مصاحبه را کردی. کدام طرف؟ امی امکا بچه های امک گل مردم هستن. این طرح است. خب من خب موضوع سیاست غرض ندارم، لیکن من ایسی یک کسی قضاوت کننده بیننده است. بعض کس ها بیشتر گفتم درنگ بازی میکنن. درست است، ما قبول داریم بزرگای مردم پشتون و بزرگای مردم هزاره ما را. کل ما افغان هستیم. خب تاجای بله. من یک گفتنی دارم، نمیشه من منایس یک تاجک اما چه مسیح نپذیرم اور نگویم که قهرمان ملی است. چون اما چه مسیح قهرمان ملی است؟ ملی است. برای ما تاجک بودن ما را زنده ساخته. درست است که ما در افغانستان گپ چی است؟ خب این نیست ما در افغانستان زندگی میکنم. من منایس یک بچه تاجک مسخود یک هویت دارم. هویت ما را کی زنده ساخته؟ اجازه بدین، هویت ما را قهرمان ملی زنده ساخته. من نمیگم پشتون برش، من تنها میگم که رهبرم عامر شیخ مسعود است. کاربت میکنم. اینال بیا کمی جدی‌تر یک طرف دیگه میریم. نه ورد سیاست نبری. من میخوام گپ بگم. دقیقاً آزادی بیان است، هر کس حق داره. شکریه جان بارکزی هم حقش بود که گپ زد، آزادی بیان بود. شکریه بارکزی حق انتخاب داره، میتونه قهرمان داشته باشه به خود. من طرفه که دیگه میرم دلت باز دو جمپ او بود خواست کرده. من چیز دیگه میگم. من وکیل نیستم. من وزیر هستم. من یک گفتنی دارم که من یک بچه تاجیک هستم، یک هنرمند نه. یک هویت ما سر موضوع هویت ما صحبت کردیم. اگر ما توهین به قوم پشتون خود نکنم، برادرای ما موضوع بحثی است، لیکن من نمیتونم از قهرمان بودن کسی که هویت ما را حفظ کرده ما رو چشم خود پایان کنم. این برای من یک کفر است. دقیقاً من ممکن دیدگاه متفاوت از شکریه بارکزی داشته باشم. مهدی جان، این به هنر و به هنرمند سوال من ربط داره. در اجده سنبله در افغانستان طرفدارای عامر صاحب احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان وقتی که در جاده ها میبرآمدن میگفتن ما افغان نیستیم. حتی بیرق افغانستان امیر خراسانی که در اون وقت طرفدار احمد شاه مسعود بود با مرمی زد. نه سوال بعد در اینجاست، باریکی در دیگه جای است. میگفتن ما افغان نیستیم. اما یک آهنگ پلی میکردن از وحید قاسمی که میگه نامت گرامی مسعود افغان، او را با افتخار بلند میماندن، مویای بدنشون سیخ میشد، افتخار میکردن. وحید قاسمی میگه مسعود افغان است و این آهنگ وحید قاسمی مطمئن هستم که اپروف کرده بود بنیاد احمد شاه مسعود. اینیش گپ در کجاست؟ آهنگ میمانه مسعود افغان، مسعود در حالی که احمد شاه مسعود افغان بود، اگر قهرمانان بود قهرمان افغانا بود، بازی پیروایش دورنگه بازی میکنن، میگه ما افغان نیستیم. امی مشکل در کجاست؟ کدام جای کدام گپ است بیادر؟ من نمیتونم این موضوع صحبت کنم. من همه قدر میتونم بگویم هر کس دیدگاه خود داره. من منایس یک هنرمند، ما اولتر در زندگی خود جدی میگم، ایره از قلب میگم، هیچ وقت من نگفتیم. اول به زبان خود میبالم، بعد به تاجک بودن خود میبالم، بعد به افغانستان بودن خود میبالم. افغان بودن، افغانستانی بودن.